در این کارخانه استحصال مبل در تهران کارگرانش هفته یک بار در روزهای کاری ناچار در خانه میمانند. سبب هم قطع نیروی برق در این کارخانه است. موقعی که برق میره 100% من اون روز باید تعطیل کنم، چون اصلا کارم فقط برش با برقه. اون روزی هم که تعطیل میشه حقوق ندارم. بعد کارفرما مثلا میگه اون روزی که تعطیل کردی مرخصی حساب میشه. الان روز هفته 2 بار برق میره، یعنی ماهی 8 روز برق میره. خب 2 روزش رای مرخصی، 6 روزش باید از حقوق هم کسر بشه. سیستم تامین برق آب در ایران به سبب نبود سرمایه، استفاده بیش از حد، کاهش تولید گاز، آبیاری کم ثمر همه در یک جا سبب قطع نیروی برق و نارسایی آب در ایران شده است. ما کمبود انرژی داریم. الان کمبود انرژیمون زیاده، خیلی هم زیاده. مثلا ما مجبوریم صنعت رو قطعش میکنن به 50% که به مسکونی بدن. قطع نیروی برق سبب شده است که مردم جنراتور هرچی بیشتر بخرند تا در صورت ضرورت آن را به کار اندازند. خیلی بیشتر شد. شما 2 سال پیش مثلا ماهی 2 تا بوسا میشه، الان داری هفته 20 تا میفروشی. در این میان مغازه ها هم زیانی زیاد میبینند چون به نیروی برق شبانه روزی احتیاج دارند. به قول صاحبان این مغازه ها ضرر اقتصادی است. قطع نیروی برق کم نیست. واقعا این ضربه‌ای که به حالا کار ما زده سر چراغ مغازمون و دیگه نمیدونم، حالا ما مجبور شدیم که موتور برق تهیه کنیم بابت این موضوع. ولی خب گرما هستش. الان ما اینجا نگاه کنید، حالا فریزر داریم، 10-11 تا فریزر هست، بستنی آب میشه و اینکه حالا توی یخچال خب بالاخره لبنیات هستش، اینا خیلی به ما ضرر میزنه. هم صاحب این مغازه و هم دیگران میگویند در کشور به مثل ایران نباید چنین مشکلی وجود داشته باشد. توی ایران کشوری به این ثروتمندی، واقعا منابعی که حالا داریم گازی و نفتی و اینا، این انتظار نمیره. کشور ایرانی که وقتی همه چی داره، آب داره، برق داره، گاز داره و 4 فصله، مگه میشه قطع برق باشه؟ مگه میشه کمبود آب باشه؟ مثلا میشه سوء مدیریت دیگه، رسیدگی نمیشه. مقامات رسمی ایران در گذشته برای قطع سراسری برق در شهر و ناحیه‌های کشور که سبب تنقید زیادی حکومت شد از مردم عذر پرسیدند. عین زمان گفتند که سبب نارسایی برق از جمله افزایش طلبات، باران کم و بی در آب انبارهای نیروگاه‌های کشور بوده است.